نگاه ضعیفی به خودتون نداشته باشید. خیلی وقتا انسان خودش رو تحقیر میکنه. وقتی نگاه پایین به خودت داشته باشید، من نمیتونم، من ضعیفم، من عاجزم، من داغونم، من فلانم، من کسی حامی ندارم. خودت حامی خودت باش. این نگاه رو از خودت بلند بکن تا بلند بشی، وگرنه اگه پروفسور هم بشید تو زمین افتادی. درد نداری قابل تحمل، درد داشتن و دارایی قابل تحمل نیست. یه وقتی کسی نداره، فقیره، با یک نون مهیاوه هم سیره با نون ماستی، ولی خیلی ها درد دارایی اونها رو داره چه نابود میکنه. درد بیماری قابل تحمله. طرف سرطان داشته، رفته دکتر گفته 2 ماه دیگه میمیری، گفته کار خدا، شکر خدا. درد سلامتی خیلی سخته. اونایی که سالمن و از سلامتی دارن رنج میبرن، سلامتیشون به درد هیچ کس نمیخوره، نه به درد خودشون نه به درد جامعه. نگاهتون به خودتون نگاه بلند باشه. من باید نقش آفرینی بکنم، دنیا رو متحول بکنم، نه به روستای چاهو و شهرو و محله سرور رو متحول بکنم. این چه نگاهیه؟ من باید دنیا رو متحول بکنم. حرفی در برای گفتن در زمان خودم و بعد از خودم داشته باشم. این نگاه به خودتون داشته باشید. آدم تا جایی میری که فکرش بره. شین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن سارا، جهان همارا. کل مردم جهان مال منه. من براشون برنامه دارم. شما خیلی فرصت دارید. من نمیتونم برای هر کدومتون قیمت بدارم. این دخترم 500 میلیون قیمت داره، این 500 میلیون، 1 میلیارد 200 میلیون. اصلا شما قیمت ندارید. 1 ثانیه تون ما به 500 میلیون نمیتونید.